خیلی زیاد خوش اومدید به یک ویدیو آموزشی دیگه از چنل من. در این ویدیو میخوایم بریم سراغ این که چطور در بازی پی 2021 به جای اینکه با همه تیم بازی کنیم فقط باید اون بازی کنیم و روی مازینگان اون فرشمون قفل بشه و تا آخر بازی با هم بازی کنیم. خب بریم سراغ آموزش. حتما چنل رو سابسکرایب کنید، این ویدیو رو لایک کنید و برام کامنت هم بذارید. بریم سراغ ویدیو. Here we go. خب اینجا برای اینکه بتونید شما روی یه دونه بازیکن قفل بشید، اتومات وقتی میایید اینجا دکمه مربع رو میزنید این صفحه رو میاره و شما باید توی این صفحه گزینه اولین دومی هم نه سومی کارسور چنج، این سومی رو شما باید اتومات روی سمی اسیست هستش، شما باید روی فیکست قرار بدید تا قفل بشه توی یک نوازی که خودتون انتخاب میکنید. ما اینجا این انتخاب میکنیم و اگر شما میخواید یک ویدیو بسازم درباره اینکه کل تنظیم های دسته بازی پی 2021 حتما توی کامنت ها بگید. خب بعد از اینکه کار کردیم میایم در میزنیم زردل و تیم هامون انتخاب میکنیم مثل همیشه و اینجاست که اینجا رو میاره و درست کنم. خب من اینجا وقتی روی کیکاف بزنید میاد توی بازی، ولی الان وقتی کیکاف بزنم میاد روی این صفحه که بازیکن های تیمتون رو میاره که شما باید یکی از این بازیکن ها انتخاب کنید و باهاش تا آخر بازی با هم بازیکن بمونید و قفل بشه اون فرش روی سر بازیکن ها روی این قفل میشه تا آخر بازی هم با اون بازی میکنید. خب من الان اینجا مثلا این مهاجم رو انتخاب میکنم و میریم سراغ بازی. حتما چنل رو سابسکرایب کنید، زنگوله رو هم بزنید چون که آموزش های دیگه و بهتری هم در راهه. شما اولین نفری باشید که ویدیو من رو میبینید، ولی کم فراموش نشه. خب اینجا ما میریم توی بازی، اینجا باز بدیم و بله همون بازیکنی که توی اون صفحه انتخاب کردیم هستیم و الان اگه ما دو تا آریت پشت سر هم بزنیم میبینیم که درخواست پاس میده و پاس رو میده اون هم تیمی هاش. شما میتونید در بازی با هم بشید، هر بازیکنی که خودتون دلتون میخواد از هر تیمی. خب اینم از این ببینیم که چی میشه. خدا پاسکاری اشتباه. خب بذار تو بگیریم. لا زال هناك الكثير من الامور التي لم تبح بها المباراة بعد. خب برای اینکه جذابیت بازی رو بیشتر کنیم و اینجا وقتی بازی رو استارت میکنیم میایم توی کامera سیتینگ و اینجا توی این بخشی اینا هستش. شما باید بیارید توی پلیر یا ورتیکال که خودم پیشنهاد میدم هر دوتاشو بازی کنید و اگر هر کدوم خوشتون اومد همون رو امتحان کنید با همون بازی کنید. و الان بریم توی پلیر بهتون نشون بدم که چطور میشه. میبینید که سوم شخص میشه دوربین خیلی بهتره، جذابیت بازی رو بیشتر میکنه. خب پاس رو میده بازیکن، اشتباس من اگه الان دو تا آریخه بزنم درخواست پاس میده، ولی الان تو به هم تیمی های خودمون نیست. بذارید یکم بذاره تو به هم تیمی های خودمون برسه. بله اینجاست، اشتباه. نمیتونی تو ازشون بگیریم، چقدر سخت شد. تو سوپرستار هم هستش. من الان دو تا آریک میزنم ببینید که چیکار میکنه این بازیکن. بله درخواست پاس میده و پاس رو براش میفرسته.
من دوباره الان درخواست پاس دادم و بله ببین دوباره بله کار کرد. دو تا آیک بزنید درخواست پاس میده بازیکنتون و هر کجا از زمین هم باشه، حتی دروازه‌بان هم باشید آیک بزنید درخواست پاس میده. حتما این روش رو امتحان کنید، خیلی خوبه. بریم بیرون یعنی بازی و خداحافظ باهاتون بکنم. خب امیدوارم از این آموزش لذت برده باشید. اگه خوشتون اومد حتما چنل رو سابسکرایب کنید، این ویدیو رو لایک کنید، برام کامنت هم بذارید. خیلی عشقید. تا ویدیو بعدی با آموزش بعدی خداحافظ.